دوستان عزیز خیر مقدم بهتون میگم به 36مین برنامه نوروزی مدرسه ایرانیان خوش آمدید. این 36مین جشن نوروزی ماست و با بیشترین تعداد، همونجور که میبینین بیشترین تعداد تماشاچی رو ما امروز داریم و به هر حال مجبور شدیم که سالن رو عوض بکنیم و در سالنی که یه خود غریبه است واسمون برنامه رو اجرا بکنیم. به هر حال از صبر و حوصله‌تون خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که برنامه رو لذت ببرین. من علی صدر هستم، مدیر مدرسه ایرانیان در 29 سال گذشته. 7 سال قبل از سال دیگه میشه 30 سال. حالا نمیدونم چه معنی خواهد داشت، ولی به هر حال سال 30 خواهد بود که من مسئول مدرسه هستم. به همتون خیر مقدم میگم. امسال ما تعداد شاگرد رو داشتیم در تاریخمون، حدود 300 تا شاگرد داریم که بی سابقه بوده و جالبه که ما همونجور که میدونید به خاطر مسائل مالی مجبور شدیم شهریه رو امسال گرون کنیم و یه دوستان نگران بودن که ما ممکنه یه سری از دوستان رو از دست بدیم به خاطر اضافه شدن شهریه، ولی نمیخوام بگم به کوری چشم حسودان، ولی باعث شد که بیشترین تعداد رو ما داشته باشیم. بنابراین چون خوش گذشته شاید سال دیگه هم $100 نه شوخی میکنم. به هر حال با وجود اینکه الان $600 شهریه هستش، ما ارزون ترین مدرسه ایرانی هستیم تا اونجایی که من میدونم. یعنی مدارس دیگه از 800-900 به بالا هستن. تنها دلیلی که تونستیم این قیمت رو نگه داریم، دوستان عزیز، هر وقت من گفتم دوستان عزیز لطفاً ساکت بشین، چون اگر نشین معلومه که شما عزیز نیستین زیاد. دلیل این که این موفقیت رو ما تونستیم به دست بیاریم و مدرسه ایرانیان الان در واقع زبان زد تمام مدارس دیگه و ارگانیزیشن‌های فرهنگی هست و خیلی از مدارسی که داره درست میشه و میخوان درست بکنن اصلا به این فکر افتادن، اینکه مدرسه ایرانیان و موفقیتش رو دیدن و در سال گذشته حداقل میدونم که با کمکی که دوستان کردن در پاسادینا و در اورنج کانتی 2 تا مدرسه ایرانی باز شد که از همین مدل ما استفاده میکنن و این قضیه داره گسترش پیدا میکنه. در 15-20 سال پیش به ما میگفتن که این نسلی که الان از ایران اومدن اینا به اصطلاح بچه‌هاشون بزرگ بشن دیگه شما در مدرسه رو باید ببندین و ما ثابت کردیم که این غلطه، چون مهاجرین همینجوری دارن میان. تا بعضی ایران اینجوری هست مهاجر خواهیم داشت. بنابراین نگران اون نباشین. تعداد شاگردمون همونجور که عرض کردم بیشترین تعداد رو داشتیم امسال و ما همه این موفقیت را مدیون تیم بسیار خوبی که داریم هست. یعنی باور نکردنیه که ما این تیم معلمین و کادر آموزشی مجرب رو داریم و کادر اداری از خود گذشته که تونستن این مدرسه رو به این ترتیب اداره کنن و به این فعالیت‌ها ادامه بدن. من در اینجا میخواستم اگر از دوستان معلم، از دوستان آموزگار میخواستم بایستن، شما فقط به دوستان کادر اداری بایستن و شما ازشون قدردانی کنید. بایستن، معلم‌ها بایستن. بیستین همینجور بیستین. روی استیج هم میبینین دوستانی هستن. خیلی ممنون. ما امسال 30 تا معلم داریم و این معلمینی هستن که در مدرسه ایرانیان اکثرشون در مدرسه ایرانیان تدریس رو فرا گرفتن و از سمینارهای تربیت معلم مدرسه و سندیگو استید استفاده کردن. بنابراین واقعا مجربترین کادر آموزشی رو ما داریم. کادر اداری که دیگه جای خود داره، خودتون دیدین که برخوردایی که دوستان میکنن و این چرخ این مدرسه رو به چرخش نگه داشتن در این 36 سال گذشته. قدم بعدی که ما داریم، چون این فرصتیه که من روبرو شما همه هستم و گزارش مدرسه رو داریم میدیم، در واقع state of the school هست این صحبت
میخواستم بهتون بگم که قدم بعدی که ما داریم انجام میدیم اینه که یک نتورکی بین تمام مدارس ایرانی امریکا در امریکا و کانادا راه بندازیم که امیدوارم خبر خودش رو سال دیگه من بهتون بدم که این نتورک انجام شده. از تجاربمون و تجارب دیگران استفاده میکنیم و این نتورک امیدواریم که بتونه راهگشا و راهکاری باشه واسه دوستان دیگه که میخوان مدرسه به اصطلاح درست بکنن. یه نکته دیگری که من میخوام باتون در میون بگذارم که اکثر شماها به طور مستقیم و غیر مستقیم به من گفتین، ما الان نسل اول، نسل دوم و نسل سوم رو داریم در مدرسه و ماها نسل اولیا بودیم که اومدیم و این دوستانی که الان دارن از ایران میان تازه اونا نسل اولی هستن. نسل دومی بچه‌های ما هستن و نسل سومی های بچه‌های اونا هستن که دارن میان مدرسه. بنابراین این یه تجربه عجیب غریبیه و خیلی حالت یونیک داره که ما اولین به اصطلاح تریل بلیزرهای این راه هستیم واسه مهاجرین آینده و مهاجرینی که از کشور دیگه حتی میان. این کار رو ما تونستیم انجام بدیم. من میتونم با میخوام سویچ کنم به انگلیسی. Can I ask people who are second generation and they are bringing their kids right now, they were born here and they're bringing their kids here, just show hands. مرسی. بعضی از این دوستان شاگردای مدرسه ما بودن. شاگردای مدرسه بودن و الان بچه‌هاشون رو میارن. این مشکلی که ایجاد کرده واسه ما اینه که خیلی از این پدر مادرها فارسی رو نمیتونن به بچه‌هاشون درس بدن. اینه که ما داریم راهکارهایی پیدا میکنیم که بلکه بتونیم این کار رو به خوبی انجام بدیم. من در فرصت‌های دیگه خدمت خواهم رسید و میخوام بچه‌ها رو پشت استیج معطل نکنم. برنامه بسیار جالبی بچه‌ها واسهتون تهیه دیدن. تئاتر هست، چند تا رقص بسیار زیبا هست، قسمت‌های موسیقی و آواز هستش. به هر حال برنامه فوق‌العاده‌ای هست که امیدواریم همتون لذت ببرین و خیلی خیلی ممنون از اینکه اومدین. خیلی خیلی ممنون که کیر میکنید و بچه‌هاتون میارین به مدرسه ایرانیان و امیدوارم که اونا هم به همین ترتیب بچه‌هاشون رو بیارن به مدرسه ایرانیان و این چراغ همیشه روشن بمونه. قسمت بعدی برنامه رو
اسم من الیکای صبری است و میخوام بلاچا بزنم. چه بستی بالمو رهاتر از رها منم. اگر چه جنس شیشم قوی تر از همیشم، نمی نحیف ساقه هام درخت کهنه ریشم. همیشه بوده باورم که با تو من برابرم. اگر قوی بازوهات به جاش منم یه مادرم. نقاب و پاره می کنم، خیال چاره می کنم، شب سیاه و تیره رو پر از ستاره می کنم. ندا منم، هوا منم، صدای نسل ما منم. اگر چه بستی بالمو رهاتر از رها منم. مرسی، بی تو جمعین هستم. چطور بود؟ بقیه برنامه هم خواهید دید. بچه‌ها واقعا زحمت کشیدن، برنامه بسیار خوبی رو واسهتون تهیه کردن. تا صحنه رو دارن آماده میکنن من دوباره مزاحمتون میشم. میخوام این قسمتیه که به هر حال از شاگردای ممتاز قدردانی میشه. من میخواستم قبل از این از خانم باباخانی دوست عزیزم، همکار عزیزم تقاضا کنم که بیان استیج به من ملحق بشن. خانم احمدیان متاسفانه نیستن، امروز در یک سمینار در یه جای دیگه دنیا هستن، ولی خانم باباخانی اینجان. قسمت اول شاگردان ممتازن که تعداد شاگردانی هستن که بعضیشون لول 6 بعضیاشون 5
ولی میخوام به اصطلاح معرفیشون بکنم. اینا کسانی هستن که فوق‌العاده زحمت کشیدن و اینقدر این کار سخته که ما این بچه‌ها رو انتخاب بکنیم که باور نمی‌کنید، چون اینقدر تعدادشون زیاده ما مجبوریم فقط طبق مراحلی در رو انتخاب بکنیم که به هر حال دلیل این نیست که بچه‌های دیگه‌ای که هستن در این لول ممتاز نیستن. خانم باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شفت گل سرخ به گلستان آمد. با درود فراوان به مهمانان عزیزمون به برنامه نوروزی مدرسه ایرانیان خوش آمدید. من فریبا باباخانی هستم، یکی از معاونان مدرسه که 22 سال در خدمت مدرسه هستم. خیلی ممنون، واقعا ممنون از همه شما که این مدرسه یه تیم ورک هستش، یعنی فقط با یه نفر نیست، یعنی با همه شما این مدرسه میگرده. از همتون متشکرم. اسم بچه ها رو من صدا میکنم بیان روی سن. بهار عطریان، شینا حافظی، بیتا جهانبین، آرتین پرویز، آرمین پرویز، ایلیا صمدی. اینا بچه‌هایی هستن که در همه رشته موفق هستن. ریدینگ المپیک، تئاتر، خودتون که میبینید. ادامه بدین دست زدنتون. همه باید بگیم یک توسه میگم اگر توی بروشور نگاه کنید اون صفحه 7 فکر میکنم، ما هر سال برنامه نوروزی رو به یکی از کسانی که بچه‌های خوب، عزیزان من، کیا عزیز نیستن که دارن صحبت میکنن؟ خب همونجور که میدونید هر سال ما برنامه نوروزی رو به یک نفر تقدیم میکنیم، کسی که از نظر فرهنگی و هنری و حفظ زبان فارسی نقش تعیین کننده داشته در کامیونیتی ما، در مدرسه و در بیرون از مدرسه. این هم یکی از اون وظایف خیلی خیلی مشکله که ما انتخاب بکنیم بین این همه عزیزانی که واقعا همشون بسیار زحمتکشن، بسیار کارا هستن در حرفه خودشون و این بازم این مشکل رو ما داریم که هر سال کیو انتخاب بکنیم. همونجور که می‌بینید 36 نفر در 35 نفر در 35 سال گذشته انتخاب شدن و امسال ما یکی رو داریم انتخاب کردیم که اینقدر به ما نزدیک بوده که ما نمیدیدیمش، یعنی واقعا از خودمون بوده، بنابراین این بوده که ما فقط دور و بری‌ها رو داشتیم نگاه می‌کردیم و اینا. من افتخار دارم که برنامه امسال رو از طرف دوستان به کوروش تقوی کوروش شخصیت بی‌نظیریه و واقعا سرمایه‌ای هست برای مردم شهر سندیگو و تمام ایران و من همونجوری که خود کوروش اگه بخواد صحبت کنه من میدونم بغض میکنه، منم بغضم گرفته، چون کوروش مثل برادر منه، بهترین دوستمه و سالهاست که ما
سال‌هاست که ما با هم واقعا کلنجار رفتیم و تونستیم یه کاری رو انجام بدیم و کوروش نه تنها در مدرسه ایرانیان بلکه در سطح شهر به مدارس مختلف میره و موسیقی ایرانی رو یاد بچه‌ها میده و این کار فقط در نظر بگیریم که در جایی که این همه سمپاشی و چیزای منفی در مورد ایرانیان هست، یک چنین کاری و رفتن و اثر گذاشتن روی بچه‌های کوچیک چه تأثیری خواهد داشت و امیدواریم که اثرش رو در آینده ما ببینیم. کسانی که قضاوتایی که در مورد ایران میکنن فقط در مورد مسائل سیاسی نباشه بلکه در مورد فرهنگ و هنر و موسیقی ایران باشه. به هر حال کوروش هم افتخار میکنم که امسال بالاخره ما دیدیمت و این لوح تقدیر رو من میخونم و تقدیم کوروش میکنم. اگه چشم ببینه. مدرسه ایرانیان سان دیگو، Iranian School of San Diego, in appreciation presented to Kurosh Taqavi for his dedication and devotion on March 10th, 2024. Iranian School of San Diego, California, San Diego, California. با سپاس و قدردانی از زحمات بی‌دریغ کوروش تقوی برای فداکاری‌های بی‌شائبه به مدرسه ایرانیان سان دیگو و جامعه ایرانی تقدیم گردید. مدرسه ایرانیان سان دیگو، کالیفرنیا، 10 مارس 2024. خب حالا که دارن استیج رو طول میدن درست کردنش، من میخواستم در این فرصت از سارا تقوی که اون رخ کوروش هست و مسئول PTA امسال هست تقاضا کنم بیاد روی استیج. این کارهایی که شما میبینید تو مدرسه، برنامه یلدا، برنامه مهرگان و برنامه مختلف، برنامه نوروز امسال، همش زیر سر ایشونه. ایشون مسئول PTA هستن و من میخواستم تقاضا کنم خودت بچه PTA رو معرفی کنی که بیان بگن. از یادت میاد بچه‌ای که PTA هستن بگو باشن. دوستان عزیزی که هر کمکی به PTA کردین، من نمیتونم اسم ببرم چون ممکنه اسمتون رو یادم بره. اسماشون رو شما داری. اولا خواستم تشکر کنم این گروهی که دارن میان، هر یک شنبه با پازیتیو انرژی و عشق میان و مدرسه رو امن میکنن برای بچه‌ها. یه دست محکم براشون بزنید. من اسماتون رو میخونم، لطفاً بیاین بالا. علی پیروزان که همه میشناسن، بارفتن بهریمن، سمیرا نجم‌آبادی، کوروش کوروس، مهتاب صمدی، مهدی هزاوه، مهران مقدم، پریسا کریمی آژیده، کوروش تقوی، سارا تقوی، شهرزاد جولازاده، سناز مجد، حسین انصاری، شهریناز متکف، شادی رحیمی، ارکیده پژوهیده و مهری کشفی که دیگه همه میشناسینش. خیلی ممنون از همگی.
مهتاب جان شما نیومدی ها؟ بله بفرمایید بالا تشویقات کنید. این همه زحمت میشه. جاوید خان و مهتاب جان ساندویچای امروز رو دونیت کردن، اهدا کردن. یه چند تا شخص دیگه هست اینم باید بگم وگرنه شب خوابم نمیبره. پونه لباسچی، مهران مقدم، ندا یزدی و سارا علاقه‌بند، جولیوس عزیز، کیا جان، رویا فلاور که همیشه سفره قشنگ 7 سینا میچینن. خیلی ممنون از همگی. مرسی. سلام، من هانا حاجی ستاری هستم و امروز میخوام آهنگ آیرولوخو بزنم. سلام، اسم من لیا جواهری است و من گل سنگامو میخوام اجرا بکنم. Be
سلام، اسم من شایان است. من میخونم سلطان قلبا.
میخونم Strangers in the Night by Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we've been sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. What were the chances when we said our first hello? Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right, for strangers in the night. سلام، رامتین آزودم و براتون میخوام پشترمد اصفهان بزنم، ساخته رضا محجوبی.
برتر برگیرم این شولله کمر بندی تو را زرگیرم این شولله کمر بندی تو را دادم به نقاش لله نمیدانم که ترکیه غزل باش لله جان لله لله شیری تو لله عشق پیرهن لله خواستم تر یار بگیرم تر امسال کار بگیرم دای نگذاش لله جان لله یار خواستم تر یار بگیرم تر امسال کار بگیرم تیدای نگذاش لله جان شده بودیم پسر لله اون دست چیده بود پابلوس نیم سر لله پابلوس می کشید دود و هوا کن لله خوراسون می روی ما را دعا کن لله جان لله این لله چیری تو ما لله خواستم تر یار بگیرم تر امسال کار بگیرم دای نوزاش لله جان لله یار خواستم تر یار بگیرم تر امسال کار بگیرم تیدای نوزاش لله جان کبوترای کبوترای کبوتر لله مر هوا و بور از خود بلندتر لله سنگ خونه چگودیم آینی در لله شاید دشمن یعنی شبی دری ور لله جان لله این لله خواستم تر یار بگیرم تر امسال کار بگیرم دای نوزاش لله جان لله یار خواستم تر یار بگیرم تر امسال کار بگیرم تیدای نوزاش لله جان
برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. عاشقان عاشقان مژده عید آورده ام، عاشقان عاشقان مژده عید سعید آورده ام. عاشقان عاشقان از باغ سبز آسمان، ارمغان عشق و امید آورده ام، ارمغان عشق و امید آورده ام. عاشقان نوروزتان پیروز باد، عاشقان هر روزتان نوروز باد. عاشقان خورشید و ماه وقتتان چون چراغ عشق جان افروز باد. کامتان شیرین و رنگین خالتان، عاشقان دست من و دامانتان. با سحر خیزان و گل ریزان صبح، شادی دلها نوید آورده ام. از بهاران در زمستان سیاه، مژده صبح سپید آورده ام. عاشقان نوروزتان پیروز باد، عاشقان هر روزتان نوروز باد. عاشقان خورشید و ماه وقتتان چون چراغ عشق جان افروز باد. کامتان شیرین و رنگین خالتان، عاشقان دست من و دامانتان. نام آزادی به سنگی جسته ام، این نشان از آن شهید آورده ام، از آن شهید آورده ام. قفل در قفل است اگر این روزگار، این روزگار خوش خوش من کلید آورده ام. بیقراران را قرار جان و دل، نامیدان را امید آورده ام. عاشقان ایرانمان جاوید باد، بر سرش گل سایه از خورشید باد. عاشقان تا جاودان در زندگی، کاروان سالار ما امید باد. صد درود و صد سلام از عاشقان بر تو ایران، بر تو ایران، بر تو ایران همیشه جاودان. توی ده شلم رود هستنی تک و تنها، هستنی نگو بلا بگو، تنبل تنبلا بگو. موی بلند روی سیاه، ناخن دراز واه واه واه. نه فلفلی نه خلخلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیشکی باهاش
روی سپایه نشسته بود تو سایه. باباش میگفت حسن میای بریم همون؟ نه نمیام، نه نمیام. عموش میگفت سرتو میخوای اصلاح کنی؟ نه نمیخوام، نه نمیخوام. کره الاغ کت خدا یود نمیرفت تو کوچه ها. الاغ چرا یورت نمیری؟ من میرم بار بگیرم، دیرم شده، عجله دارم. الاغ خوب و نازنین، سر در هوا سم رو زمین. یالت بلند و پرمو، دومت مثال جارو. یه کمی به من سواری میدی؟ نه که نمیدم. چرا نمیدی؟ برای من تمیزم، پیش همه عزیزم. اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه. قازه پرید تو استخر. تو اردکی یا قازی؟ من گاز خوش زبانم. میای بریم به بازی؟ نه جانم. چرا نمیای؟ برای اینکه من صبح تا حدود روی آب کنار جو مشغول کار شستشور. اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه. در باز شده تو جوجه، دویدن و اومدن تو کوچه. جیک جیک کنون و گردش کنون، اومدن پیش حسنی. جوجه کوچولو کوچولو موچولو، میاین با من بازی کنین؟ مامانش اومد. قد قد قدا، قد قد قدا، برو خونتون تو رو به خدا. جوجه ریزه میزه، ببین چقدر تمیزه. اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه. حسنی با چشم گریون دوید اومد تو آی فلفلی، آی قلقلی، آی زبلی، آی کاکلی، میاین با من بازی کنی؟ نمیاین. چرا نمیاین؟ برای داداشم و بابام و عموم هفته دوبار میریم همون. اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه. حسنی دوید پیش عمو و باباش. باباش میگفت حسن میای بریم همون؟ میام. عموش میگفت سرتو میخوای اصلاح کنی؟ میخوام. الو. Oh my god.
اولاق سواری. گوگلی گوگو گوگلی گوگو هرچی میخوای فوری بگو. حسنی برو تو کوچه بازی بکن با جوجه. قد قد قدا. حسنی بیا با هم دیگه بریم شنا. توی ده شلمرود حسنی دیگه تنها نبود. چون که دیگه تمیز بود نزد همه عزیز بود. That was not a good idea. Bro, you forgot that. That was not good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. سلام، اسم من شیرین شیرزادی است و من تانگو کمپارسیتا رو میزنم. سلام، من نیکا هستم و امروز من با خواهرم میخوایم یار دبستانی منو براتون اجرا کنیم. سلام، من مانا هستم. هم امیدوارم از اجرای امروزمون لذت ببریم.
سلام. اسم من جانم شپوری. من میخونم سیمین بری ویگن. و من روزا علمداری هستم، پیانو میزنم سیمین بری. سیمین بری گل پیکری یاری، از ماه و گل زیباتری یاری، همچون پری افسونگری یاری. دیوانه رویت منم، چه خواهی دگر از من؟ سرکشته کویت منم، نداری خبر از من. هر شب که مرد در آسمان گردد، عیان آمد که شد گویم به او راز نهان، که با من جفا کردی، به جانم جفا کردی. هم جان و هم جانانه ای، اما در دل بری افسانه ای، اما زی من بیغانه ای، اما آزرده‌ام خواهی چرا توی نو گل زیبا؟ افسرده‌ام خواهی چرا توی آفت دلها؟ مرسی 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 مرسی. و من الان میخوام خدای آسمون ها رو پیانو بزنم.
خسته نباشین دوستان. میدونم خیلیاتون خسته شدین، بعضیام عذر خواستن و رفتن، بچه ها کوچیک بودن. به هر حال نمیتونیم این قسمت رو ندیده بگیریم. بچه‌هایی که ریدینگ المپیک شرکت کردن و کتاب خوندن و به تعداد صفحاتی کتاب خوندن جایزه میگیرن، نفرات اول، دوم و سوم هستن. من نمیدونم وقتمون چقدر اجازه بده. خانم باباخانی یه سری بچه‌ها رو که نفرات اول رو به نظر من معرفی بکنین، نفر دوم رو، نفر سوم بریم سر کلاس بشون بریم. بچه خوب بود نبود؟ خستگیتون در رفت نرفت؟ من که گریم گرفته بودم پشت. واقعا آفرین به بچه ها. این قسمت مال ریدینگ المپیک باید بکنیم. بچه هایی که از 1000 تا بیشتر کتاب خوندن اسمشون صدا میکنیم میان بالا. آدرینا زندیان، دایانا امینی، بهار آچریان، بیتا جهانبین. بچه های ردیف دوم هم بیاین بالا. یلدا گلیپور، پارسا مهرماشادی، رادین عبادی، تیام عباسی زاده، تیارا عباسی زاده. بچه های ردیف سوم: بنجامین سلوکی، کامران امانی، نازنین امانی، اسکای بلورین بهرمند، کیان خادم، سحر صبوری، آرمان کاشانی، مهراد اسفندانی، شیرین صبوری، دانیل سلوکی، آریانا امین و لیانا امین. رتبه 4 که بیشتر از 100 صفحه خوندن: ایلیاس عمادی، سبستیان بهرمان، آوا حدیدی، رایان محمودی، ایلیار انصاری، لیلیان زاده، لیا جواهری، ایلویس مسیره، کلوی مسیره، میلا اکبرنیا، لیلیان بندگان، نورا پورسابری. یه دست محکم براشون بزنید، تشویقشون کنید. بچه‌ها به دوربین 1 2 3. مرسی بچه‌ها، جایزاتون رو تو کلاس بهتون میگیم. بیاین شما این ماشاءالله خدا بیشترشون کنه. مرسی بچه ها، مرسی، خیلی ممنون. تا بچه ها میرن پایین من چند تا تشکر کنم از یه تیممون که امروز کمک کردن اینجا این برنامه برگزار شد. آقای رفیزاده، آقای بیکزاده، آقای جلالی، سهیل، طیبه جان از کانون فرهنگی ایرانیان، آقای جلالی که همیشه کمک میکنن سن رو درست کردن، فرشاد جان که عمو نوروز هستن، مرسده جان که همیشه کمک میکنن و گروه نوجوانان ما. بچه بیاین نوجوانان باید معرفی باشن، خیلی زحمت کشیدن. 400 تا براتون کندی درست کردن که عمو نوروز میخواد بهتون بده. آقای علی پیروزانم که همیشه بودن. اینا فقط نصف نوجوانامون هستن، نصف دیگه امروز نیومدن. تشویقشون کنید. توی درایو میکنن، فود درایو میکنن و خیلی کمک میکنن به مدرسه و جامعه. باریکلا بچه‌ها، مرسی.
بسیار زیبا بود نبود؟ حالا تا عمو نوروز داره میرسه، من باید از آتوسا امامی و کیمیا جلالی مخصوصا تشکر بکنم که امسال تمام بار رقص، گروه رقص روش اینها بود و بسیار کارهای قشنگی رو تونستن ارائه بدن. کاراشون رو در جاهای دیگه در برنامه جشن نوروزی کانون هم خواهید دید. خیلی ممنون، واقعا دستون درد نکنه، خیلی خسته نباشید. میدونم که اولین اجراتون بود امسال، حالا از این به بعدم چند تا اجرا دارین، هفته دیگه در کانون برنامه دارین، در مریاد و بعد در چند تا کتابخونه برنامه اجرا میکنن تا آخر مارچ. اینا بیچاره‌ها گیرشون دادیم. وقتی میگن آره به مدرسه ایرانیان یعنی همین دیگه، یعنی دیگه نمیشه از زیرش در رفت. خیلی ممنون بچه‌ها، دستتون درد نکنه. خسته نباشید. خسته نباشید. بچه ها بیان بالا. یواش 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 به همه عیدی میرسه. بزرگا نرن لطفا، بچه ها بایستن، بچه ها اول برن ببرش. بچه ها فقط عید همتون مبارک. این برنامه‌های آینده حتما خواهیم دیدتون. اگر ندیدیم سال خوبی داشته باشیم، سال پربار و برکتی باشه واسهتون، پر از سلامتی، نشاط، صلح و پیروزی. عمو نوروز بیچاره رو کارش نکنید لطفا.